و علیکم السلام و رحمت الله. بله بفرما. برای چه صحبت میگریزی؟ صحبت نمیکنی؟ نه صحبت میکنیم برای قطعی چه خدا. دگی؟ قطعی خدا صحبت میکنیم. اینا بفرما. گپ زد. در این مسئله که گویو که از جانب حکومت خود در پیام روان میکنن، در اون پیشت میمونی، هر چی دلت میخواد خوندن میگیری برای مردم گپی دروغه. کجا از اون دلیل و اسناد شما؟ من دلیل همون آدم اون شقتی فامیلیا صورتش نشون بودیم که شما بریم قپش. اگر امروز که نقبیدنش فردا میقپند. هیچ وقت نمیقپش. در راهی که هیچ وقت نمیقپش. شما اون آدمایی که هستن اونا را نمیقپش. شما غمش نخورید. تو چیزی رو تو ما دست آخی گپ زد. ما یگان چیز دروغ نگفتیم. ما نام دیرکتری مکتب جنایتاش انجام دادگیش گفته هستیم. هر چیزی که ما میگیم با فکت با دلیل نشر شده است. گپ زد. ببین وقتی که در جمعیت گپ میزنی صحبت میکنی اینا تهمت میکنه. اون جوانایی که یک وقت در برنامه برآمدی صورتاشون نشون دادی که اینا چوپلوسن، اینا نونن، با همون برادرها رو پیگیری کردیم یافتیم اونا یگان خیلی بگیم که در این کارا خوش هم نیستن. یعنی خودت اقرار داری که درسته میگن که یا چوپلوسن این خیلی او خیلی کجا از جان مرد شما برای چی مردمش باش جنگ میدید؟ گوش که ما یگان کس جنگ نداختیم. یعنی خودت اقرار داری که تو کارمند کمیته دولتی امنیت ملی کارمند اس یتیم فی درست پیگیری کردی کافتی یافتیش درست؟ اون برادرای ما من ترا گفته هستم که برادرای ما همه برادرن. تو برادرای تاجیکی که در زندان روسیان چون نمیره بکوی بروریشون؟ برادرای تو نیستن مردمی که در تاجیکستان بلیت نمیتونن خریدن. بلیط خریدگیشون 12000 13000 خریدن ماهاش در ایرپورت شنبه خو رفتن. شو پیش اون برادرات نرفتی روی شکنی بروا؟ ما پیش همه برادران میریم. تو پیش یگان کس نرفته. تو پیش یگان کس نرفته. تو پیش یگان کس نرفته. جنگ میدوزی ملت کدم شکفتی یافتی کنم یا تشابگی یعنی کی تو میگه من چاپلوسش گفتم اون چاپلوس نبوده است. عجیب باید وقتی که خودی کارمندی امنیت میگه که شما اون رو چاپلوس میگه ولی وقتی ما رفتیم گفتیم اونا چاپلوسای رحمانوف نبودستن اونا آدمای عادی بودستن. میتونی نمو فامیلیا یا تشابگیری میتونی نمو فامیلیا یا تشابگیری یک تا مردک هستی گپ زد. نمو فامیلیا کی را بگیرم؟ همون آدمی که من چاپلوسش گفتم اون چاپلوسی رحمانوف نبوده است. یا تشنم شبگی مردک کی گپ زد؟ زیاده 10 نفر تو برآمدی تو یک تشبگو میگو من 10 نفر گفتم تو یک تشبگو بگو این چاپلوس نیست این آدمی نرمال نیای اعتراف کای کو ما رفتیم اونو را گفتیم که اونو چاپلوسن و چاپلوس نبود هستن آدمی نرمال نبود هستن. یعنی خودت اعتراف کردی که کدامه که طرف رحمانوف این نرمال نیای گپ زکام یک تشنم شبگی خبر ندارن میگم تو یک تشنم شبگی یک شبگی نوشه اخی اونا نامشون در همون ویدیو گفتگی نشرش کردیم. من ترا گفتم تو تحقیق کرده بازی من تحقیق برای آزاده دارم. اگر بپرسیم پدیتال نمیگم دو پای چی جوش میگم من تحقیق برای رخشانه کرده استم بازی پدیتال نگپت میزنم برای تحقیق کرده استم. تو تحقیق کرد نومیت شبگو چاپلوس نبوده است مرحمت من نامی اونا را در گپ نمیزنم. وقتی که انسان با دلیل ما ابنای دلیلیم وقتی چیزی گفتیم دلیل پیشنهاد میکنیم ما چیزی را که گپ میزنیم به دلیل گپ نمیزنیم. باز برآمد گفت تو 10 نفر برآمد چاپلوس گفتی اونا یگان تا چاپلوس نبودن. یعنی این خداوند میگه کو خداوند انتقنی الله الذی ينطق كل شيء یعنی خداوندی که همه چیز زبان میته گپ میزنه همه چیز اینا را خداوند در پیش ملت زبانشون میته تا گپ زنن تا واقعیت ها را بگن. یعنی میدونه خودش که کسی که طرفداری رحمانوف میکنه او چاپلوسه او یا لسکه او یا مداحه او یا یعنی که خب دیگه معلومه و همون خاطر خودش میبره میگه ما 10 نفره که تو چاپلوس شون گفتی او رو ما تحقیق کردیم چاپلوس نبودستن یعنی آدمای نرمال نبودستن. خودش اعتراف میکنه که طرفدار رحمانوف نی نرمال نیه. این چیزی که خداوند از زبانش برآورد. ولی